سلام، خوش آمدید به چنل فرهمند. و امروز میخواهم که طریقه ساختن اکانت تیک تاک را برایتان آموزش بدم. و در اول که میخواهیم که تیک تاک بسازیم، در قسمت یوز فون اور ایمیل کلیک میکنیم و در این قسمت، در قسمت فون یا ایمیل، یک را انتخاب میکنیم. من ایمیل خود انتخاب میکنم و کانتینیو میکنم و در این قسمت یک پسورد میخوایم و پسورد خود دایر میکنم و در قسمت سال تولد، یک سال تولد خود باید دقیق باید در اینجا ذکر کنی. سال تولد باید دقیق باشه، به خاطر که یک بار انتخاب میشه، دیگه بار دوم انتخاب نمیشه. دیگه من سال تولد خود انتخاب میکنم. من سال تولد خود انتخاب کردم و نیکست میگیرم. بعد از او در این قسمت یک نام میخواد به خاطر تیک تاک تان. من نام خود انتخاب میکنم و فرهمند نوشته میکنم و کانفرم میگیرم. و در این قسمت اکانت تیک تاک ما ساخته شده. ببینید هیچ فالوور لایک نداره. و در قسمتی که میخواین که نامتان رو تغییر بدین، ادیت نیم، ادیت فایل میگیریم، پروفایل. و در قسمت تغییر نام، در قسمت نیم کلیک میکنیم. و اگر در قسمت میخواین تغییر فوتو بکنین، در قسمت کریت فوتو انتخاب میکنیم. اگر عکس خود انتخاب میکنیم، عکس خود ترتیب تنظیم میکنیم و سیو فوتو میگیریم. و در این قسمت اکانت ما ساخته شده. در آخر لایک و سابسکرایب یادتان نره.